الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین. تغییرات و دگرگونی‌های اصول و عالم، جامعه بشریت و خود طبیعت، تمام اینها برای درس دادن ماست که ما درس یاد بگیریم و به سوی توحید در حرکت باشیم. ولی هیچ چیز از موجودات عالم عبث آفریده نشده. کما اینکه خداوند متعال می‌فرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. آیا خیال میکنید که ما شما رو بیهوده آفریدم؟ البته کلمه ما بیان بکنه. ضمیر نا میگه. انا در عربی به معنی من و نا به معنی ما هست. خب سوال میشه که چند خداست که میگن ما شما را آفریدیم؟ انا انزلناه فی لیلة القدر. ما این شب قدر را فرو فرستادیم بر شما. و نحن نزلنا القرآن. و ما قرآن را فرو فرستادیم. مگه ما چند خدا داریم؟ البته تمام موجودات عالم نسبت به یکدیگر سمت ربوبیت دارند، سمت پرورشی دارند. همه موجودات عالم نسبت به یکدیگر رب هستند، پرورش بدن یکدیگر را. تا میرسه به ذات مجهولی که در اونجا هیچ چیزی نمی‌گنجه. در مورد ذات حق صحبیت نمیتونیم بگیم خالق، نمیتونیم بگیم علیم، نمیتونیم بگیم سمیع، نمیتونیم بگیم قدیر. هیچ اسمی در اونجا راه نداره، چون مقام مجهول مطلق است. اگر بگیم قدیر، خب یه چیزی باید باشه او صاحب قدرت باشه. تمام بوده. بگیم علیم، چیزی باید باشه که او اون چیز رو بدانه، مثلا باید جدا باشه، دوتا میشه. بگیم سمیع، چیزی باید باشه که او بشنوه اون را، دوتا میشه. هر یک از این اسمایی که ما بیان میکنیم به اصطلاح خودمون 1001 اسم، این اسما مال اربابه، این ربهای مضاف است. یا به عبارت دیگر به انسان کامل گفته میشه که در خطبة البیان علی علیه السلام بیان می‌فرمایند که در حد فهم و شعور ما نیست درک خطبة البیان. علی علیه السلام خودش رو در اون خطبه خالق معرفی میکنه، رازق معرفی میکنه، محیی معرفی میکنه، ممیت معرفی میکنه. همه چیز خودش معرفی میکنه. وقتی معرفی میکنه کی میشناسه؟ هیچ کی. حالا که پا منبر هستن، خب تعداد قلیلی مثل مالک اشتر و دیگران خب شناخت داشتند و چه بگه چه نگه میشناسنش.
هیچ نیازی به گفتن نیست. از باب شکر نعمت عرض بکنم. البته در عید قدیر یک بار افتخار شرف حضور به ساقط مقدس سیدی و مولای و سندی و روحی فی جسدی حضرت آقای صالح علی شاه سلام الله علیه را در بیدوق داشتم و اون شب ایشون خطبه البیان را شروع کردن شهر دادن. عید قدیر بوده. که از قول علی السلام منم خالق آسمان ها و زمین و منم که قطره باران از آسمان نمیافتد جز به اذن من، منم که برگ از درخت نمیافتد جز به فرمان من، منم که میمیرانم، منم که زنده میگردانم، منم که از کنه ذرات آگاه و واقف هستم. شروع فرمودن جان فرمودند. من خب حال جذب شدید داشتم و حالیم نمیشد، ولی اینقدر یادم از 4 مرتبه بلند شدم، اشاره کردم به ساحت مقدسشون که قربون اینا میفهمند. حالیم نمیشد که این عملم جسارت بیادبی صحب در میفهمند. برای مست در شهر تکلیف نیست، مست را در شهر خود تکلیف نیست. حال سکر و حال جذب شدیدی عطا شده بود. 4 بار بلند شدم و درست تحقق داشت برای تا اینجوری میفهم. من داره خودش معرفی میکنه. و دیگران متوجه میشن و موجب عناد ممکن بشه. خب بقیه حالی نمیشه بر بچه هم تکلیفی نیست. این صفات مال اون اسمه که معصوم علیه السلام میفرمان نحن اسماء الله، یعنی ما اون اسم خدا هستیم، اون اسم ذات ما هستیم. و نحن اسماء الحسنی، و اون اسم اعظم ما هستیم میفرماد. بس اینا تمام صفات اون انسان کامله و افعال اون انسان کامل است. اون خلیفه الله هست که میفرماد انی جاعل فی الارض خلیفة. انی هم اشاره به ذاته. انی با انا فرق میکنه. اینجا دیگه ما نیست، بگه من در روی زمین هر دم و هر لحظه یک خلیفه قرار میدم. این ذات. و خلیفه هم یعنی مثل من است، عکس من است، شبه من است. این تغییرات و این دگرگونی های خواب پیش میاد در عالم خارج از وجود ما و در داخل وجود ما. تماما برای این است که ما درس بگیریم، به چیزی بفهمیم و تدبر کنیم. قرآن کریم ما رو به تدبر دعوت میکنه، به تفکر کنید، به تدبر کنید. به این دگرگونی ها به چه مناسبت هست. این خوشهای انگور چرا اینجوری میشه؟ این خوشهای خرما به این نظم و ترتیب، با این شکل، با این زیبایی از کجاست؟ برای آیت الله است نامه. این انار با این نظم و ترتیب خاصی چیده میشه و توی یک کیسه بسیار نازک و ظریف آب را جمع میکنیم، در درونش استخوان
اینها رو کی جمع آوری میکنه چجوری است؟ به ریشه درخت کی دستور میده؟ و همچنین تمام موجودات عالم آیات الهی هستند، نشانه حق هستند. به همین جهت در امر دین، در اصول دین بلخص در فقر درویشی نیازی به هیچ گونه تبلیغی، هیچ گونه صحبتی، هیچ گونه حرفی و هیچ گونه گفتگویی نیست. همون نظم و ترتیب و زیبایی و جمال را که در خارج از وجود ما در میان موجودات گذاشت، در وجود ما هم داشت. حضرت مولا علیه السلام فرمود بزرگترین قرآن عالم خلقت ای بشر تو هستی، در خودت فرو رو، در خودت فکر کن. چه خبرت به این بازی مشهور است پیوسته؟ انما الحیات الدنیا لهو و لعب. بازی دنیا، زندگی دنیا، لذاذ این تن بفرمایید بازیچه‌ای هست، لهو و لعبی است. این لهو و لعب هم سمبل است، نه اینکه تو حقیقت بپنداری. از این به حقیقت روی یار، در این نمودار و در این ظاهر قضیه توقف و تأمل نکن. تأمل بکن، توقف نکن. ظاهر برای تو قرار دادیم تا به سمت حقیقت حرکت کنیم. برای المجاز و قنطرة الحقیقه، مجاز قنطره و نمودار حقیقت است. عید نوروز هم که همطور که امروز صبح حاضر فیض فرمودن حضرت مولای معظم روحی و جسم اله الفدا، این هم به همین ترتیب. عید نوروز خب البته بر طبق دستور حضرت زردشت علیه السلام بوده و تایید شده از طرف پیغمبر خداست. آیت الهی است، قرآن است، فرقان است، تورات است، انجیل است، صحف است، زبور است. همین فصل تا دیروز هر جا نگاه میکردیم خشک، 20 روز دیگه شروع میکنیم نگاه کردن دشت، تمام درخت ها و باغ و صحرا و دشت و دمن همه سبز خرم شده. چه شد؟ یه باد دمید، یه باد بهاری دمید. این باد بهار همه رو زنده کرد. این باد چیه؟ اسرافیل است که از جانب او میاد برای زنده کردن. باد پاییز میاد، ازرائیل است، از طرف او میاد، به امر او میاد برای میراندن. مردن هم به معنی نابودی نیست. همون علف و همون درختی که دیروز مرد امروز سبز میشه، ولی عین همون جنس نیست. علفی که دیروز خوش شد و امروز سبز شد، این علف سبز شده امروز عین همون علف نیست که دیروز خوش شده. این پیراهنه. این پیراهن دم به دم و لحظه به لحظه عوض میشه. در وجود خودمان به همین ترتیبه. هر دم و هر لحظه ما میمیریم، به زنده میشیم دوباره. همون یکی نیست که یک ساعت قبل بوده و الان هست. ما همه که اینجا نشستیم اون آدمای امروز صبح نیستیم. در همینجا بسیار از محققین را نظر بر این است که هیچ مجرمی را ما نباید معدوم کنیم. بعد از محققین بیان میکنم به این ترتیب، برای که مجرم دیروزی ممکن است محقق امروزی بشه.
در احادیث اخبار و در قرآن مربوطه داریم به همین ترتیب که می‌فرمایند، زیادم داریم. و بسیار از مشایخ عظام مثل بشر حافی، فضیل عیاض، اباذر غفاری، ببینیم دیروزشون با امروزشون به کلی فرق میکرد، تفاوت میکرد. اباذر غفاری دزد دیروز میشه شیخ امروز، فضیل عیاض دزد قطاع طریق دیروز میشه شیخ امروز امام موسی کاظم علیه السلام. بشر حافی شارب الخمر دیروز به همین ترتیب. به همین جد میفرمند در توبه بازه، به ما رو مایوس نمیفرمند از اینکه مرتکب خطا هستیم و مرتکب معصیت هستیم. خب سراسر ما همه عیب هستیم، او با عیب ما را خرید که قدرت خودش ثابت بکنه، چون اگر معاصی ما نمی بود قدرت او ثابت نمی شد. به همین جهت آدم علیه السلام را بعد از معصیت خلیفت الله کرد. بعد از آنکه آدم از بهشت رانده شد، مرتکب خطا شد، هر چیزی باید در مقابل ضدش ثابت بشه. ضد رحمانیت او چیه؟ بی‌ادبی های ما، نفهمی های ما، نادانی های ما، و نادانی های ما اثبات رحمانیت و رحمیت او میکنه. و هیچ جگه از انبیاء علیهم السلام از بد تولدم که ما خیال میکنیم معصوم بودن نسبت به ذات و تقدس هدیت، هیچ نبی از بد تولد نسبت به ذات معصوم نبود. نسبت به ما سب الله چرا معصوم بود، اما نسبت به ذات نه خیر. نسبت به ذات همه عاصی هستن، همه نادان هستن. حتی خود ختم رسول و عقل کل و هادی سبل هی توبیخ میشه. عبس و تولا. آی محمد تو کارت به جایی رسید که کور وارد میشید و با خاطر چند ثروتمند و متمکن که خدا رو فراموش کردن و به سوی دنیا رو آوردن، از مردان خدا رو برمیگردانی، از مرد خدا رو برمیگردانی. الم یجد که یتیما فآوا. تو همون طفلی نیستی که پدر و مادر نداشتی، من تو رو مأوا دادم، پناه دادم. و وجد که ضالا فهدا، دنبال راه میگشتی و من راه رو به تو نشان دادم. و وجد که عائلا فاغنا، چیزی نمیدونستی و چیزی نداشتی، تو را بی نیاز از همه چیز کردم. حالا تو هم نسبت به اشخاصی مثل تو هستن به مهربانی محبت رفتار کن. حالا اونها که یتیم هستن تو با ایتام به مهربانی رفتار کن. سائر رو از خودت نراند، ولکن به نوازشی باشه، به محبتی باشه، به سخن نرمی باشه. به همجد میفهمن که گدایی که در خونه میاد یه چیز روزی بهش بدید، طوره نشه برو به گدایی عادت بدیم، اونا دل شکسته نشه. یا طالب همینطور سائله، این برو تحقیق کن، بررسی کن، دقت کن که همینطوری نیایی که فردا مثل من در گل بمانی. راه مشکل است و سخت است، صعب است، مستصعب است. از این تحولات و دگرگونی ها که ما در عالم خارج از وجود خود میبینیم و در وجود خود میبینیم، تمام اینها آیات الهی است و برهان رب است. همه برهان رب. اون بادی که گیاه مرده دیروز را امروز زنده میکنه، همین باد قادر است مثل ما این کارو بکنه. آیا این باد ذات اقدس هدیت است؟ نه خیر.
که از افعالش آیا افعال ذات است یا افعال اسم؟ نه خیلی افعال اسمه، چون بفرماد نحن نزلنا الذکر و انا انزلناه فی لیلة القدر. ضمیر جمع میاره، ضمیر مفرد نمیاره. این همین ولی الله است که مثل ما در میان ما هست که خداوند به ما خطاب میکنه یا به او خطاب میکنه که ای محمد، ای علی، ای حسن، ای حسین، تو رو نگاه میکنند اما نمیبینند. تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. نگاهت میکنند اما نمیشناسند، چون معرفت لازمه. معرفت به شناخت، تازه در مقام معرفت ما برسیم. در مقام معرفت به توحید نرسیدیم. من حرکت به سمت توحیده، چون یکی عارف است، یکی معروف، دو تاست، یکی نیست. حرکت است به سوی توحید. به تا زمانی که توانسته باشیم به توحید برسیم راه بسیار طولانیه. چایی بدی شیرینی بدوانیم، بسیار راه طولانیه. و همون است که از مولا رسول میفرماد موتو قبل ان تموت، یا میفرماد یا هار همدان فمن یموت یرنی. ای حارس همدان، اون کسی مرا میبیند به چشم دل که بمیرد. منافق از دید خودش و مؤمن از دید خودش. این موت اختیاری اگه باشه، آب دیدن به حق است. میشناسیم، عارفش میشیم، ولی به توحید نرسیدیم. حرکت داریم میکنیم، راه رو طی میکنیم. این نسیمی که میوزه اون علف خشک مرده دیروز را امروز زنده میکنه، آیا این همون یادآور روز قیامت نیست که خداوند در قرآن می‌فرماید ما شما رو میمیرانیم باز زنده میکنیم، باز میمیرانیم و باز دوباره زنده میکنیم. گرچه این مردن به این زنده شدن هر روز در هر روز چندین میلیون بار شاید رخ بده. همونطور که شکفتن گل از نظر دید ما چون خیلی تدریجی است ما احساس نمی کنیم. شب بریم تو باغ یا مغرب بریم تو باغ، ظهر بریم تو باغ، همه گلها تازه غنچه کرده. فردا صبح بریم تو باغ همه شکفته شده. ما هرچند دقیق باشیم که این گل چجوری باز میشه، دید ما اون قدرت نداره که شکفتن گل رو بتونه ببینه، بتونه درک کنه. درباره همه موجودات به همین ترتیبه. ما کنه هیچ موجودی رو نمیتوانیم ببینیم مگر اینکه اون چشم رو قوی کنیم، اون دیده رو قوی کنیم. قوت اون دیده به همین تفکر در همه آیات هست. همین ها چون آیات الله هستن، آیات الهی هستن. و بعضی ها در این زمینه به حلول و اتحاد افتادن. البته حلول و اتحاد بله هر دو در مسیر راه هستن، نه که نباشند. سالک در یک مرحله قرار میگیره که حلولی میشه، در یک مرحله دیگری اتحادی میشه. اما یا حلول و اتحاد مقصد است؟ نه خیر. نه حلول مقصد است، نه اتحاد مقصد است. مقصد چیز دیگری هست که ما از اون بیخبر هستیم. و بیخبر هستیم برای اینکه حواس را تقویت نکردیم. این حواس در ما هست به صورت ظاهر. این مثال میبینیم آیت الهی است، برهان رب است و ما
اگه محدودش نکنیم، اگه تقویتش بکنیم، همونطور که از 20 متری میتونه شخص رو ببینه و بشناسه، از 2000 متری هم گاهی میتونه ببینه و بشناسه. از 200,000 متری هم گاهی میتونه ببینه و بشناسه. این ذرات هوا می معرفت دارن. ذرات هوا از دوردستترین کرات عالم مشابه نمی‌خواد چه کنه، عکس میگیرن و به ما منتقل میکنن. این عکس در کجاست؟ اینا که منتقل میکنن کیه؟ این پیغام آور و این وسیله و اسباب کی هست؟ این اون اسباب در وجود ما هست، این اون وسایل خداوند در وجود ما گذاشته. این اسباب، این وسایل رو اگر ما با ورزش، همون ورزش ذکر فکر، هرگاه تقویت بکنیم، به موت ارادی میرسیم. منظور از موت ارادی یعنی قوی کردن این حواسه. این حواس که قوی شد، الا براود بود حواس ضعیف دیروزی بمیره، تغییر شکل بده. این دگرگونی ها و این تغییر اشکال باعث میشه که ما بتوانیم حقایق بفهمیم. اون الف دیروزی به اعتبار الف امروزی هست و به اعتبار الف امروزی نیست. اون برگی که در درخت هست، در برگ دیروزی، اون ریخت. پس این از کجا آمده؟ در درخت چه هست؟ با درخت چه هست که صدای نسیم بهار رو میشنوه و دوباره مشغول فعالیت کار میشه؟ به همون شکل قبلی رو باز پیش میگیره، به طور که عنبر ما مشتبه میشه. تصور میکنیم برگ سبز هم برگ سبز پارسالیه. برگ سبز پارسالی در حال که ریخت و مرد. مردن به معنی نابودی نیست، تغییر کرده، قوت همون درخت شده، خوراک همون درخت شده. در وجود ما هم به این همین مسائل هست. اونه که انکار معاد دارن، ما این درخت عود میکنه دوباره. زمستان آمد، پاییز آمد، زمستان آمد، مرد، دوباره عود کرد به سر جا اول فصل بهار. میشه معاد. معاد یعنی عود کردن به جای اولی خودش، باز دوباره برگشته. هرگاه این حواس درونی خود را ما تقویتش بکنیم، این حواس درونی ما هم مثل دستگاه فیلم برداری میتونه شکفتن گل رو ببینه، رشد موجودات رو هم بررسی کنه، رشد گیاه ها رو هم ببینه. چون چه ما اختراع میکنیم که در عالم خارج از وجود ما وسایل آزمایشگاه ها رو فراهم میکنیم، فرع وجود ماست، فرع بر وجود ماست. پس اصل وجود ما هم اون حواسی که در اصل وجود ما هست، اینها به مراتب قوی‌تر و مقتدرتر از اون مصنوعاتی هستند که ما خلق کردیم، ما به وجود آوردیم. یا هم دستگاه های رادیو و تلویزیون، دستگاه سمعی، دستگاه های بصری، به همین ترتیب این همه در وجود ما هست. ما را تنبه میده به سوی خودمون که بتوانیم در خودمون بیشتر سیر کنیم، به بیشتر جستجو کنیم. امیدوارم خداوند متعال این تحولات و تغییراتی که در عالم خلقت و خارج از وجود ما به وجود میاره، در وجود ما هم به وجود بیاره و حال ما را به بهترین حال تحویل کنه و قلب ما را به بهترین وضعیتی تغییر بده که بتوانیم
امر اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم را عامل و عارف باشیم ان شاء الله تعالی. امیدواریم که این اوقات و این چنین ایامی که گرچه همدم روزه، روز که در قرآن بیان میکنه به اون حواس در ما ایجاد کرده خداوند. و شب به معنی بیخبری است به یک اعتباری. این تحولات و این تغییرات ان شاء الله تعالی برای ما آیات باشه، حجتی باشه، برهان باشه که بتوانیم خود رو بشناسیم. خود رو وقت میشناسیم که به حقارت و ناچیزی و درماندگی خود پی ببریم. هرچه به عجز و ناتوانی و درماندگی خود بیشتر پی ببریم، این دلیل بر علمه. چون بیداری پیش آمده، خوابیده متوجه نیست که چی کار میکنه. اون که بیدار شد متوجه عیب خودش میشه، بعد فریادش بلند میشه، نالش بلند میشه که خیش را دیدیم و رسوایی خیش، رسوایی خودش میبینه. آدم علیه السلام که از بهشت بیرون میکنن یا اون درخت منهیر که میخوره، عوراتش مشخص میشه، عیوبش مشخص میشه. شاید همونطور که ابلیس گفت که این درخت که بخوری به علم میرسی، سخن شاید خلاف نبوده. آدم با خوردن اون درخت منهیه مرتکب خطا شد و بیدار شد. بیدار شد. چی بیدار شد؟ گفته به من فرمود نخوره، غلط کردم، نفهمیدم، به این نزدیک نشو، من غلط کردم، من نفهمیدم. اون عذرخواهی با اون پوزشش دلیل بر چیست؟ دلیلی بر این است که عورت خود را مشاهده کرد، عیوب خودش مشاهده کرد. بعضی من با برگ انجیر، بعضی من با برگ کدو خودش پوشاند و نتونست ستر عیوب بکنه، ستر عورت نتونست بکنه. برای ستاریت کار اوست. فقط او فقط قادر است که عیوب ما را بپوشانه و میپوشونه. هر روز کار ما خطا کردن است. کار ما چیست؟ خطا ورزیدن، عادت تو گناه آمرزیدن و کار او آمرزیدن گناهان ماست. که امیدوارم این تحولات و تغییرات و دگرگونی هایی که پیش میاد سبب بیداری و عبرت ما باشه که بتوانیم در راهی که صراط مستقیمی که در پیش گرفتیم به حرمت اون تفضلی که فرمود و ما را تا به اینجا کشوند و تا به اینجا آورد، امید است که به کرم خودش، به لطف خودش این اکرام را به اتمام برسونه و پای ما را در مسیر این پل نرقصونه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوست بهار آمد، بهار آمد، بهار مشک بار آمد، نگار آمد، نگار آمد، نگار بردبار آمد، صبوح آمد، صبوح آمد، صبوح رام
تو را آمد هزاران ساقی محروم به ایثار عقار آمد صفا آمد صفا آمد که سنگ و رنگ روشن شد شفا آمد شفا آمد شفای هر نزار آمد حبیب آمد حبیب آمد به دلداری ما مشتاقان طبیب آمد طبیب آمد طبیب هوشیار آمد سما آمد سما آمد سماع بی صدا آمد وصال آمد وصال آمد وصال پایدار آمد ربیعی آمد ربیعی آمد ربیع بس بدیع آمد شقایق و ریحان و لاله خوش هزار آمد کسی آمد کسی آمد که ناکس خضوع کسی گوردد کسی آمد کسی آمد که ناکس زو کسی گردد مهی آمد مهی آمد مه دو پنج و چار آمد دلی آمد دلی آمد که دل ها را بخنداند می آمد می آمد که دفع مر خمار آمد کجا آمد کجا آمد که از اینجا خود نرفته است
ولی کن چشم گاه گر بی اعتبار آمد کفی آمد کفی آمد که دریا دمر از او یابد شهی آمد شهی آمد که جان هر دیار آمد کنون ناطق خموش گردد کنون عاشق به نطق آید رها کن حرف بشمرده که حرف بی شمار آمد رها کن حرف بشمرده که حرف بی شمار آمد